درسته. سوالا رو قبلش میدادین تقلب نه خب کنم. منم سایلنت کنم یهو سر رو بیبره بزنم. خانم دکتر چند وقت ایرانو ندیدین؟ من تقریبا 1 سال میشه. 1 ساله. بعد دلتون تنگ شده این مدت؟ خب مسلما به هر حال آدم دوست داره بره خونه خانواده‌شو ببینه. احساس کردین چه تغییراتی ایران کرده نسبت به قبل‌تر که شما مهاجرت کردین به عمان؟ تغییراتی که ایران کرده، خب چیزی که خیلی به چشم اومد یکی این که آلودگی هوا بود که به نظرم خیلی بیشتر بود و خب پارسال که من رفتم حالا تو اون جو داستانای سیاسی بود، یه ذره اون رعب و وحشتای اون داستان بود و این داستانای حجاب و بی حجابی و این چیزا بود. 3 تا از مهمترین چیزا. خب ببین یکی آدم احساسی تعلق خاطری به اون محیط زندگی داره، حالا همون کوچه خیابونا که آدم مثلا توش زندگی کرده شاید سالها اونجا بوده. یکی اینه، یکی به هر حال اون فرهنگی که اونجا حاکمه، اون حس آشنایی راحتی که با اون فرهنگ داری، شاید آدم دلش برای اون تنگ میشه و خب اون مهمونیایی که خب داشتی، دوستا، فامیل، چیزایی که شاید من دلتنگش میشم اینا. توی عمان دارید زندگی روزمره میکنید؟ مثلا سوار ماشینید، میاید کلینیک برمیگردین یا میرید بیمارستان؟ یه چیزی میبینید در جامعه، در محیط که بلافاصله شما رو یاد ایران میندازه؟ آیا اصلا همچین چیزی هست و اگه هست برامون میگین؟ ببینید من حالا کلا زیاد بیرون نمیرم ولی موقعی هم که میرم، الان چون جمعیت ایرانی تو عمان زیاده و حالا من خودم دوست دارم، یعنی دوست دارم کانکشن داشته باشم با ایرانیا. حالا چیزی که شاید تو خیلی ها نمیبینم، دوست ندارن جایی برن که ایرانیا باشن، ولی من شخصا دوست دارم. من مثلا یه حس خاصی نسبت به هموطنم دارم. اگه توی فروشگاهی احساس میکنم مثلا اون شخصی که دارم میبینم ایرانیه، حالا یا از صحبتش یا از طرز لباس پوشیدن و ظاهرش آدم متوجه میشه ایرانیه، یه حس خوبی بهم دست میده. و چیزی که حس کنم شبیه ایرانه، نه راستش در حقیقت هموطنتون رو که میبینید بلافاصله فقط هموطنم میگن که چیز خاصی نه. یه نکته یا یک چیز جالب و عجیبی مثلا توی عمان دیدین که میگید ای کاش این تو ایرانم بود؟ چیزی که تو عمان هست یا ایران، خب یه چیزی که خیلی برای من همیشه به چشمم میاد آرامشیه که مردم عمان دارن. این چیزی که ما توی ایران میبینیم، توی جمعیت ایرانی، حالا چه وقتی تو ایرانن شدیدتر، وقتی اینجا هم هستم من اینو میبینم که کلن هممون یه بیسیکال یه حالت استرسی داریم، یه آینده نگری داریم، همش تو این مشغله ذهنی رو داریم که برای مثلا فردامون چیکار کنیم، سال بعدمون چیکار کنیم، برای بچه‌مون چیکار کنیم. ولی من اینو توی مثلا جمعیت عمانی نمیبینم، چه خانوماشون چه حالا همسراشون که مثلا میان پیش من خیلی ریلکس و با آرامشن. حالا شاید به خاطر اینکه مثلا از نظر چه میدونم از لحاظ مثلا مشکلاتی که تو آینده میتونه برای خودشون یا نسل بعدشون پیش بیاد تأمینن، شاید تأمین مالی براشون خیلی مهمه. و یه چیز دیگه که خیلی به چشمم میاد اینه که خب زبان انگلیسی توی همشون مثلا خیلی راحت دارن انگلیسی صحبت میکنن، حتی آدمای مسنشون، چیزی که ما توی ایران نمیبینیم واقعا. یعنی اگر یه توریستی بیاد توی ایران هیچ وقت با افراد مسن ما نمیتونه انگلیسی صحبت کنه. چرا مثلا توی جوونامون چرا، ولی اینجوری روتین نیستش که همه بتونن انگلیسی رو در حدی که مثلا انگلیسی خودشون از آب بکشن صحبت کنن. این انگلیسی زبان بودن به نظرم خیلی مهمه که تو بچه‌ها
یعنی امکانی که ما تو ایران واقعا نداریم. حتما باید مدرسه خاصی بچه‌ها رو بفرستن یا اینکه کلاس زبان استفاده کنن. یه چیزی تو ایران هست که میگه ای کاش تو عمان بود؟ استعداد ایرانی، واقعا هوش و ذکاوت و استعدادی که من توی ایرانیا دیدم. خب اینجا بالاخره ما تو بیمارستان، توی محیط کارمون یا تو مریضامون با انواع اقسام جوامع مختلف سر و کار داریم. استعدادی که توی ایرانیا تو هر لولشون هست، توی سایر اقشار نمیدونم، چون مثلا اکثرا کادر بیمارستان ها حالا هندی هستن. همیشه من میگم کاش که کسی که من دارم الان مثلا باش عمل میکنم یا بالاخره دکتری اگه میبینم مثلا ایرانیه، حتما مریضم مثلا اون دکتر رو پیشنهاد بدم. چون مثلا حالا تو فیلد خودم دکتر رادیولوژیست، متخصص اطفال، کسایی که ایرانی هستن برای من واقعا کاملا متفاوتن، چون باشون قبلا کار کردم. میدونم که یه پزشک ایرانی، یه پرستار ایرانی، یه تکنسین ایرانی چقدر متفاوته. و الان هم داریم خب مثلا با ملیت‌های دیگه، حالا اینجا تو کادر درمان بیشتر هندی هستن، داریم کار میکنیم. واقعا استعداد خیلی متفاوتی دارن. تو چیزای دیگه هم همطور. توی هر رشته من احساس میکنم واقعا استعداد ایرانی یه چیز دیگه است. حتی مثلا اگه میخوان یه دسته گل هم بپیچن، اون ایرانی خیلی قشنگتر به نظرم، با ذوق‌تر این کارو میکنه. وقتایی که دلتنگ میشین کجا میرین یا مثلا چیکار میکنین؟ حالا بستگی، اول که زنگ میزنم مامانم بعد در حد یه بیرون رفتنی دیگه، حالا بستگی داره دیگه. مثلا سعی میکنم حالا از خونه برم بیرون و یه تفریح کوچیک داشته باشم. شده اونقدر ناراحت بشین از یه مسئله در ایران یا پیرامون ایران که بغض کنید براش؟ گریه هم کردم. بله. چی بوده میتونید برامون بگید؟ هم بیشتر شاید مسائل سیاسی اجتماعی، اتفاقایی که سال گذشته مثلا افتاد. فرض میکنیم که یه مسئولیت خیالی ولی خیلی مهم بهتون میدن و شما توانایی اینو دارید که 3 تا از معضلاتی که تو ایران هست رو بلافاصله مرتفع کنید. فکر میکنید که اون 3 تا معضلی که اولویت شماست برای مرتفع کردن چی هست؟ به نظر من 3 تا معضل، به نظر من الان چیزی که خیلی به چشم میاد و میگن، حالا چیزی که حالا شنیدیم از قدیمم گفتن فقر مادر همه مشکلاته. به نظر من خیلی مسئله مهمه که همه تأمین باشن. میدونین این اختلاف طبقاتی، حتی کسی که مثلا اگه توی ایران هم شما یه ماشین خیلی خوب سوار میشی، کسی که سوار یه موتور از کنار شما رد میشه، اون حس بد اونو تو میتونی بگیری. میدونین چی میگم؟ نمیگم حالا صرف این، ولی این اختلاف طبقاتیه هم برای طبقه بالاتر هم آزاردهنده است واقعا. به نظر من واقعا سطح معیشت آدم‌ها تو ایران خیلی الان مشکل داره و بهتره که خب خیلی واقعا یه چیز خیلی مهمیه، یعنی اصلا نمیشه راجبش به این راحتی صحبت کرد، یه چیز خیلی مهمیه. پس اقتصاد رو، یکیش اقتصاده. آره. یه چیز دیگه که من خودم شاید خیلی ازش ناراحت میشم، چیزی که توی ایران میبینم، یه سری چیزایی که نیاز به آموزش داره. حالا شاید بازم بیسش برمیگرده به مثلا مشکلات مالی، ولی من فکر می‌کنم یه سری آموزش ها باید به همه افراد تو هر سطحی از جامعه داده بشه. حالا در قالب هر کلاس، در قالب هر چیزی، مثلا که شاید روابط بین دختر و پسر توی ایران به نظر من مشکل داره الان.
و که میتونه خب تو سطح گسترده رو جامعه اثر بذاره. و بعدیش هم خب مشکل بچه هاست. بچه هایی که بعداً قرار تحویل، هرچند تعدادشون خیلی کم شده خب. یعنی آموزش؟ آره آموزش، چون که نه آموزش تنها، اینکه به نظر من سیستم آموزشمون کلا باید عوض شه. صرف درس خوندن و اینا نه، مهارت توی مدرسه های ما اصلا آموزش داده نمیشه. مهارت زندگی کردن، مهارت آموزش زبان دوم، مهارت داشتن یه هنر دیگه، این که ما بچه‌هامون رو تک بعدی بار میریم. حالا اینا خیلی کمتر شده نسبت به قبل، ولی اگه بخوام 3 تا چیزو بگم، به نظر من این 3 تا خیلی اهمیت داره. شده تو موقعیت‌های قرار بگیرین که اگر کسی ازتون نپرسه نمیگید من ایرانیم، یعنی سعی می‌کنید از کنارش رد شین؟ خب شاید تا باب صحبت باز نشه مسلماً شاید صحبت نکنم، ولی شاید هم یه ذره به دلیل شغلمونه، میدونین ما این مشکل رو داریم یه ذره. به خاطر همین آره پیش اومده مثلا تو فروشگاه جایی خب دیدم کسی ایرانی بوده، خب تا صحبت پیش نیاد نه صحبت شاید نکردم. بعد تو موقعیت‌هایی بودین که خیلی با افتخار بگین من ایرانیم؟ بله همیشه هر جایی که خب بالاخره اینجا مثلا یه سری کلاس‌ها، یه سری کنفرانس‌ها، کنگره‌ها برگزار میشه که آره همیشه با افتخار میگیم ایرانیم. به نظرتون ایرانی هایی که مهاجرت کردن به عمان و کم و بیش شما باشون در ارتباط هستین، یک سری خصوصیت هایی رو از این محیط عمان اکتساب کردن که مثلا اگه تو ایران بودن اصلا از خودشون بروز نمیدادن، حالا چه خوب چه بد؟ اصلا براتون اینا یعنی متوجهش شدید؟ یه ذره شبیه عمانی ها مثلا؟ آره مثلا شبیه عمانی ها یا شبیه جامعه عمان. بله. خب این که یه جورایی اجتناب ناپذیره و به نظرم حالا هر کسی تو هر کشوری تو هر محیط زندگی میکنه یه سری خصوصیت، اول از پوشش شروع میشه. خب بسته به شرایط آب و هوا مطمئنا پوشش مثلا کسی که داره تو عمان زندگی میکنه با کسی که تو کانادا زندگی میکنه متفاوت میشه. یکی این میشه یه سری عادت‌های رفتاری که آدم تو هر محیطی ازشون یاد میگیره. برای همین در مورد عادت‌های رفتاری بیشتری مثلا یکی احساس میکنم چون کلا کشورهای عربی خیلی از عطر و عود و اینا استفاده میکنن، این رخ نمیکنه تو بقیه مهاجرا. شاید مثلا ماها تو خونمون عادی نباشه که عود روشن کنیم مثلا تو ایران، یا مثلا در این حد زیاد عطر استفاده کنیم، ولی چرا وقتی تو عمان زندگی میکنی این عادت میشه برای بقیه هم. بیخیال بودن عمانی ها، ببینین خب شاید بخاطر اینکه ساعت کاری ما هم تو این عمان کم میشه خود به خود. مثلا من خودم وقتی ایران بودم همیشه سر کار بودم عملا، یعنی نصف شب، صبح، ظهر، همیشه بیمارستان بودم. خب الان وقت آزادم بیشتر میشه، خود به خود ریلکس تر میشه آدم. این شاید برای بقیه هم همینجا، شاید تو ایران اونایی که الان مثلا اینجا قبلا تو ایران بودن 2 شیفت کار میکردن، خب الان شدن 1 شیفت، وقت آزادشون کمتر بیشتر میشه، شاید ریلکس تر میشن، ولی تهش به نظرم بازم ایرانیای استرس زمینه‌ای دارن. شاید مثلا اصلش اینه که انقدر کار کنی دقیقاً. بعد آره ما عادت کردیم به اون سیستم. آره. تفریح خاصی که تو عمان انجام بدم نه راستش یه ذره نه. بعد مثلا اوقاتی که کار نداریم و برای منزلید، منظورم که تفریح هم نمی‌کنید یا بیرون نیست، علایقی دارید که باهاش پرشه اون زمان؟ یه سری بازی ها هست، مثلا من بازی دوست دارم، یه سری حال بازی که میشه یه نفر انجام داد.
و بازی کامپیوتری خب خیلی بازی دوست دارم. بعد موسیقی خیلی دوست دارم، وحشتناک موسیقی دوست دارم. و خب حالا مثلا تفریح‌های ورزشی هم یه سری دوست دارم که حالا مثلا بسته به فصلش دیگه اونم انجام میدم. فکر میکنید چه اتفاقی بیفته در ایران، چه چیزی درست بشه دیگه میگین برمیگردم مهاجرت کافیه؟ ببین همه ما من فکر میکنم سختی های مهاجرت رو اینجا داریم میکشیم. حالا یعنی این یه چیز ثابت شده است که مهاجرت سخته، نیاز نیست که من و شما مثلا راجبش صحبت کنیم. هرچند که حالا عمان کشوری که نزدیکی به کشورمون، یه جورایی ما تا اراده کنیم میتونیم همون برگردیم مثلا بریم مسافرت. ولی من شخصا اگر برگردم ایران، هرچند که من تو ایران خیلی مریض داشتم نسبت به هم دوره های خودم، همیشه هم دوره های من مثلا به من میگفتن تو چی کار میکنی که اینقدر مریض داری، ولی من هیچ وقت دیگه تو ایران کار نمی کنم. یعنی من اگر برگردم ایران، تو ایران طبابت نمی کنم به خاطر سیستم مشکل داره نظام پزشکی و اداره مالیات توی ایران. به خاطر اینکه حالا میتونم راحت بگم، بله. من حالا کسایی که مریضم بودن تو ایران میدونن که چقدر منصف بودم. هیچ وقت به خاطر پول کار نکردم واقعا. و تو بیمارستان‌های جنرال کار میکردم که مریضایی که کسی قبول نمی‌کرد از شهرستان ارجاع دادم با خیلی پول کم، خیلی کم، پولایی که با تأخیر پرداخت میشد. سخت‌ترین عملایی که کسی قبول نمی‌کرد و من همیشه انجام میدادم واقعا، چون خودم دوست داشتم. واقعا دوست داشتم که همیشه احساس میکردم هر چی بیشتر عمل کنم، جراحی کنم، چیز بیشتری یاد میگیرم و واقعا دوست داشتم. هیچ وقت سمت عملای زیبایی نرفتم تو ایران، خیلی کم اگه مجبور میشدم سمت جراحی زیبایی میرفتم و فقط درمانی عمل میکردم، اونم به خاطر خودم چون دوست داشتم واقعا. ولی کلا جرقه مهاجرت من وقتی خورد که اولین بار رفتم اداره مالیات و اینقدر بد رفتار کردن با من، انگار ببخشید دزد گرفتن و هنوزم که هنوزه اون سیستم ادامه داره. یعنی هنوزه من دارم مالیات هایی رو میدم و سیستم مشکل داری که اداره مالیات داره، یه مشکلات داخل سیستمشون رو خودشون حل نمی‌کنن. میدونین از من ارباب رجوع انتظار دارن که من برم، یعنی من باید برم اون شعبه اداره مالیات و پولمو از اونجا درارم، بهشون بگم نامه بزنم بره این شعبه. میدونین این خیلی آزاردهنده است و همکاری خیلی ضعیفی که دارن، واقعا همکاریشون ضعیفه و یه جوری میشه که من الان که حساب میکنم، نه تنها برای من، برای خیلی از همکارام که باشون صحبت میکنم، یه جوریه که من الان وقتی میشینم حساب میکنم میبینم که انگار من هیچی توی ایران کار نکردم، چون همشو دوباره دادم به اداره مالیات. میدونی چی میگم بهتون؟ و این خیلی حس بدی به آدم میده. بیشتر میدونین حالا بحث مالیش یه طرف، بیشتر این برخورد بدشون و غیر منصفانشون که یه بار مالیات توی بیمارستان از ما کم میشه و دوباره از طریق اداره مالیات کم میشه و تو سیستمشون نمیشینه، چون توی یه شعبه دیگه نشسته میگه خب پس باید دوباره بدی. یعنی من دوباره باید برم یه پول نقد بهشون بدم. میدونین چی میگم؟ این خیلی آزاردهنده است. میانگین این سبک زندگی که عمانی ها دارن با میانگین ما ایرانی ها چه تفاوت هایی داره؟ خیلی تفاوت داره به نظر من عمان شاید 50-60 سال عقب‌تر از ایرانه به نظر من. بیشتر توی برآورده کردن نیازهای اولیه شونن واقعا. حالا این چیزی که من برداشت دارم و
خیلی به بعدش فکر نمی‌کنن، خیلی برنامه‌ریزی ندارن، خیلی آینده نگری ندارن و شاید به اون چیزی که هستن راضی‌ان. خب الان مثلا همین که تمام مشاغلشون دست کشورهای دیگه است، دست مهاجرینه، این گاهی اوقات به من برمیخوره. در راستای سوال قبلی، ما تو ایران یه جنبشی رو پشت سر گذاشتیم که خیلی مهمه و باعث جلو رفتن شاید چند ساله شاید زنهای ما شد در ایران و کسی هم فکرشو نمی‌کرد. مسلماً مطالباتی بوده که منتج به اون جنبش شده. با توجه به اینکه شما پزشک زنان هم هستین و با زنان عمانی هم اینجا در ارتباطین، آیا شده مثلا تو صحبت‌ها، تو مذاکراتتون به این برسیم که آیا اونها هم مطالباتی دارن ولی مثلا مثل مطالباتی که سالهای پیش تو ایران زنان ایران داشتن و سرکوب می‌شده، اینها هم دچار همچین مشکلاتی باشن، یا نه براشون همه چی خیلی اوکیه و مثلا پذیرفتن این قضیه رو؟ ببینین به نظر من این چیزی که حالا من دریافت کردم، سطح توقع خانم‌های عمانی هم خیلی پایین‌تره، دیدشون خیلی پایین‌تره، شاید به این دلیل که کمتر تو جامعه هستن، حالا درصد اونایشون که شاغلن کمتره و شاید هم به دلیل مسائل فرهنگی. کلاً به نظر من هر وقت هر کسی محدود بشه، هر جامعه‌ای محدود بشه، مشکل ایجاد میکنه. این خب توی عمان هم هست واقعاً. به دلیل مسائل فرهنگیشون به یه سری چیزا عادت کردن، شاید هنوز متوجه نیستن که این اشتباهه، شاید به این دید نرسن، شاید قدرت بیانشو ندارن، چون مثلا اگه 100 نفرن 90 نفرشون میگن نه مشکلی نیست. میدونی چی میگم؟ خانم‌های ایرانی چون که دیدشون بازتره و سطح توقعشون از زندگی بالاتره، بیشتر مشکلات هم به نظرم درک میکنن. بعد در کنار این سوال، خب میدونیم که تقریبا زنان عمانی تعداد فرزندشون بیشتر از زنان ایرانیه. چقدر مادرانگی عمانی با مادرانگی ایرانی متفاوته؟ خیلی متفاوته، تقریبا نمیدونم، البته حالا به هر حال ما تو خونه هاشون نیستیم، ولی این چیزی که خب تو جامعه میبینیم خیلی متفاوته. شاید خانمای ایرانی، من این جمله از خیلی ها شنیدم که من بچه نمیارم چون مسئولیت سنگینیه. این یعنی به نظر من اوج بلوغ یه نفر که خب اینو متوجهه که اگه تو یه کاری رو میکنی باید به بقیه‌اش هم فکر کنی هدفت چی از این کار. ولی چیزی که خب ما داریم میبینیم توی جامعه عمانی، نه به قول شما تعداد زیادی بچه میان، بیشتر کمیت مهمه تا کیفیت و خب همشون خدمتکار دارن تو خونه، شاید به تعداد بچه هاشون مثلا اگه بیشتر میشه خدمتکارشون هم بیشتر میشه. حتی من دیدم مثلا اگه تو استخرمون خدمتکارشون میاد، بچه میخواد بره دستشویی هم خدمتکار میبره. میدونی چی میگم؟ و کلا عاطفه‌ای که ما ایرانی‌ها داریم به نظر متفاوته و میگم ایرانی‌ها اگه یه بچه‌شون میخواد بشه 2 براش برنامه‌ریزی میکنن، بهش فکر میکنن، بهش برای آینده اون که آیا اصلا میتونن تأمینش کنن یا نه. اینجا خب من مریض کشورهای عربی دارم خیلی، لبنان، سودان، مصر، مریض ترک دارم، تاجیکستانی دارم، عراقی دارم، سوریه، منظورم کشورهای همسایه رو دارم. از لحاظ شباهتی من فکر میکنم حالا بخوایم کلی بگیم ما یه مقدار به لبنانی‌ها شبیهیم به نظر من. حالا شاید من اشتباه میکنم ولی
من فکر می‌کنم ما به لبنان، خب حالا سوریه و عراق و اینا همسایه‌مونن، شاید عجیب نباشه که شبیه در باشیم، ولی حالا یه ذره دورتر که من مریضشو داشتم، به نظر من ما کلاً شبیهیم به لبنانی‌ها. وقتی میرین ایران به غیر از دیدن خانواده اولین کاری که میکنید چیه؟ خب پیش دوستام هم میرم، من دوستامو مثلا بالاخره بعد مدت‌ها میبینم. اولین کار یه جایی که آدم بالاخره مثلا قبلا خاطره داره بهش خوش گذشته سعی میکنم برم. بعد خب یه سری تفریحاتی که من خیلی تو خانوادم و خب مثلا تفریحاتی که از قبل برام برنامه‌ریزی کردن که توی اون تایمی که دارم میام بیشتر با اونا پیش میرم. فکر میکنید که اگر مهاجرت نمی‌کردید به عمان چه کشور دیگه ای رو مثلا مد نظرتون بود برید؟ خب ببینید مریض اومد بشکن نداره نه. کام ندارم. خب طبیعتا دوست دارم برم آمریکا ولی نمیتونم، تلاشم هم کردم نشد، ولی مرحله بعدم انگلیسه. اگه برگردین عقب بازم پزشک میشین و پزشک زنان میشین؟ پزشک حتما میشم، پزشک زنان هم حتما میشم. راستش من خودم به پزشک زنان شدن علاقه نداشتم اول. میتونم توضیح بدم؟ بله. چون که یه رشته بسیار سختیه. واقعا توی کلیه رشته‌های پزشکی تو تخصص زنان واقعا سخت‌ترینه، به خاطر اورژانس بودنش و به خاطر اینکه ما همیشه با جون 2 نفر سر کار داریم و مریضامون تو حالت شادی میان پیش ما، مریض نیستن در حقیقت، مراجعه کنندن و مریض به حساب نمیان. به خاطر همین خیلی رشته پر استرس و پر مسئولیتی و اورژانس های خاص خودش هم داره. ولی حالا اینو تو بقیه همکارام هم دیدم، وقتی که حالا به توصیه اقوامم که مثلا حالا تو رشته پزشکی بودن بهم گفتن تو که به جراحی علاقه داری فقط برو متخصص زنان شو، چون رشته‌ایه که خیلی میتونی توش مثلا موفق تر باشی. وقتی وارد این رشته شدم تازه با زیباییاش آشنا شدم، چون اولا تنوع مریضیش خیلی زیاده و همیشه هم یه رشته پویایی هست و غیر از اونم یه مسئله‌ای که برای من خیلی لذت بخشه اینه که من با هم نوع خودم در تماسم، یه حس خیلی بهتری داره. حالا نمیدونم چون که همه مریضای من خانومن، یه جورایی مثلا شاید من اونا رو راحت تر درک میکنم یا شاید بیشتر میتونم بهشون کمک کنم. اگه برگردید عقب به عمان مهاجرت میکنید؟ من فکر میکنم که حالا یه تصمیمی که آدم میگیره تو هر مرحله از زندگی، شاید خب همه تصمیمایی که میگیریم مسلما درست نیستن، ولی شاید انگار این اتفاقا میخواد بیفته. اصلا از زندگی تو عمان راضی نیستم. این مدتی که تو عمان بودم هیچ خاطره خوشی ندارم واقعا. سخت‌ترین سالهای زندگی ما اینجا گذروندم، ولی شاید میخواسته این اتفاق بیفته. اگر بخوام یعنی این ایده رو داشتم و با این دید می اومدم که این اتفاق قرار برام بیفته، نه هیچ وقت انتخابش نمی کنم. ولی الان که تو این موقعیت قرار گرفتم، چرا یک سری دستاوردهایی داشتم، سری تجربه هایی داشتم که مطمئنم بعداً به دردم میخوره. تو چه شرایطی احساس خوشبختی میکنید؟ من هر وقت که همیشه همینو میگم، حالا شاید از نظر من اینجوری باشه، خیلی اوقات آدم چون یه مشکلاتی رو نداره بهش فکرم نمیکنه واقعا. من خودم احساس میکنم آدم وقتی خوشبخته که
از سلامت خودش و خانوادهش خیالش راحت باشه. همه چیز به نظر من دنیای جای زودگذر و چیز ارزشمندی نیستش که بخوای مثلا بهش دل ببندی و چیزی برای من ارزش نداره واقعا. فقط این که بدونم که وابستگانم خوشحالن حس خوبی بهم میده.